پیشبینی های درست، پیشبینی های درست. یه رهبر عاشق جوونا، علمگرا، فیلسوف و عارف. بزرگترین رهبر سیاسی دنیا. سیدی که ایرانو به عظمت رسون. بزرگترین و والاترین مرد کشور. عشق. پدری مهربان و دلسوز. رهبر مقتدر. اقتدار. پدر. قلبا دوستش دارم. تو جنگ 12 روزه سبک مدیریت و رهبری کلاس درس بزرگ دمش گرم. جوری رهبری کرد، جوری مدیریت کرد که دنیا انگوش به دهن. خیلی دوستون دارم. ما تمام و کمال سربازیم. انشالله که طول عمر با عزت از طرف خداوند متعال و حضرت آقا کنه انشالله. خیلی دوست دارم. آقا جان، دار و ندارم به فدات. دوست دارم. آقا خیلی بهتون مدیونیم، خیلی دوستتون داریم. مادر. تمدن. ایران امام رضا. ایران یعنی سربلندی، یعنی اقتدار. اقتدار، بزرگی، منش. اقتدار. عزیزتر از جان و مالم. وطنم این. پاره تنم. راه راستی، هدایت کنند. باب حاجات. شاخه‌های اصلی نظام. مدیونیم به خونشون. امنیت و اقتدار ملی از زمان دیرینه تا به حال. پای فخر کشور. کسانی که از جون و مال و زندگیشون گذشتن که ما تو این وطن آسایش و آرامش داشته باشیم. اونایی که جونشون رو برای ما فدا کردن. خیلی بهشون مدیونیم.